نرخ یک بشکه نفت برنت روز دوم مارس در بازارهای جهانی به $82 آمریکا رسید که در مقایسه با روز پیش 6% بیشتر است. کارشناسان تخمین میکنند که هفته روان یک بارل نفت تقریباً به 80 و یا $90 آمریکا برابر خواهد بود. نزاع در خاورمیانه بهره‌نوردی در منطقه را با خطر مواجه کرده است. طبق معلومات نهادهای بهره‌نوردی منطقه، بر اثر برخوردهای روز یکشنبه در خلیج فارس 3 کشتی موشکباران شده کمش 1 ملاح به هلاکت رسید. ایران ابراز داشت که روهای کشتی‌ها در تنگی و یا گذرگاه استراتژیکی هرمز را منع کرده است. تخمیناً نصف نفت صادر شونده به چین و تقریباً 90% نفت صادر شونده به ژاپن توسط گذرگاه هرمز به این کشورها فرستاده می شود. همین طریق در شبانه روز گذشته تهدید به بهره‌نوردی در خاورمیانه بالا رفت. روز یکشنبه بیش از 200 کشتی و از جمله کشتی‌های گازون نفترسان لنگر زده از حرکت باز ماندند. گروه کشورهای صادرکننده نفت اوپک پلاس وعده داده است که تا ماه اپریل استخراج و صادرات روزانه نفت را 206,000 بارل یا بشکه بالا خواهد برد.